انسان است که با نیتش و با عمل و کردار و رفتارش خیر و برکت الهی را برای خود جلب میکند، یا اینکه با بدخواهی‌هایش، با بدرفتاری‌هایش، با بدکرداری‌هایش، با بدخواهی‌هایش تمام نحس و کثرتی و کثافتی و بی‌برکتی را برای خود جلب میکند. حیات، زندگی، تجربه اثبات کردگی است که هر انسانی که خیرخواه باشد، پروردگار با اون تمام خیر برکتش رو میدهد. حالا ببینید یک آیه مبارکه آشکار و روشن. پروردگار میگوید استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پروردگار هیچ قوم و جمعی رو به عزت و سعادت و کامیابی و پیشروی و ترقیات نمیبرد، نمیرساند، مگر اینکه اون قوم و اون جمع، اون ملت و اون دولت، اون ملت هایی که در این دولت یا در اون سرزمین و کشور و وطن زندگی میکنن عزت و برکت و سعادت خود رو بخواهند. ولی کی نمیخواهد؟ همه میخواهد، لیکن خواستن در اینجا مهنت زحمت میخواهد. دوستی بین اکا و دودر، بین پسر و پدر، بین خویش و اقربا و صله رحم، بین قوم و قبیله و دهه و دیگر. این همه فقط با آرزو با وجود نمی آید. این خیر و برکت اونیه که پروردگار میگوید که پروردگار هیچ کسی رو تغییر نمی دهد مگر خود عزت و برکت و سعادت خود رو بخواهد. با چی؟ با آرزو کردن فقط نه، تنها با آرزو کردن نه، با مهنت و زحمت. بین اکا و دودر ناجوری ها و ناسازی ها می شود. در حال گذشت کردن. گذشت یعنی چیزی میدهی، چیزی میگیری. انا همون اکادوداری، دوستی و محبت و اخوت رو از بری بعضی مال و اموال و بعضی منفعتایت میگذری که بعد اون برادری و اخوت و دوستی به وجود بیاید. این اخوت و دوستی و برادری با آرزو کردن به وجود نمی آید. به خاطری که این فیض و خیر و برکت الهی و عزت و سعادت دنیا و آخرتی پروردگاری رو کسب کردن هر مؤمن باید مهنت کند، زحمت بکشد، صرف کند، خرج کند. حیات از زندگی است. یکون ناجوری و ناسازی که به وجود آمد و صرف خرج کند تا اینکه این مشکلی رو برطرف کند. خب با چی باشد؟ سخن باشد، خب با مال باشد، خب با تحفه باشد. خب حالا میبینید که بعضی جنگی و قهری ها با خرج صرف اندک برقرار نمی شود. صرف و خرج خیلی زیاد می خواهد. مسلمان باید که دریغ ندارد. مسلمان باید این صرف و خرج رو دریغ ندارد، صرف کند، خرج کند تا اینکه اون اخوت و محبت و دوستی و برادری رو پابرجا مستحکم برقرار کند. این است گفته پروردگار که پروردگار میگوید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پروردگار هیچ کسی رو تغییر نمیدهد مگر اون انسان یا اون قوم یا اون ملت، اون دولت، اکا و دودرو و دیگری که هست یا زن شوهری که هست، اینا به سعادت نمیرسند مگر مهنت کنند، زحمت بکشند، صرف کنند، خرج کنند، تلاش کنند. در نتیجه پروردگار بعد اون خیر و برکت اخوت و دوستی رو، فیض و خیر و برکتش رو برای انسانی تلاش کننده برکتش رو میفرستد. پروردگار اگر امر کند پس اون برکت میآید. اگر پروردگار امر نکند یا امر به نشدنش کند، میلیون مهنت و زحمت بکشد انسان هیچ به دست نمی آید. شب و روز اگر سعی و تلاش کنید به دست نمی آید.